السلام علیکم آقای حاجی میرزا، من یک سوال دارم. خواهش میکنم با سوال من تعجیلا جواب بدید. من در خانه‌مان کار ساختمانی دارم. یک روز مرا پدرم یک کار فرمود، من باشم با پدرم نگاه کرده گفتم حاضر برادرم می آید کار را سر میکنیم. پدرم به من گفت طرف من نگاه نکن، در چشمت فلان کنم. و باز مرا چند دشنامه‌های قبیح داد و مرا گفت که تو حرامی هستی. بعد من به پدرم گفتم که اگر من حرامی باشم خیر مرا عاق کن. پدرم به من گشته گفت عاقت کردم، رو کجایی که می روی. از شما خواهش میکنم آقای حاجی میرزا، آیا من عاق پدر شدم؟ در حقیقت در حق من و پدرم دعای نیک کن. از این کار 3 نماز جمعه گذشت، من و پدرم نمازخوان هستیم. جوابش را در مسجد شما انتظار هستیم. ان شاء الله دادر عزیز، شما عاق شدگی نیستین. عاق خودش چی است؟ اما پدر و مادری که فرزند عاق میکنین کمتر فکر نمیکنین از آینده فرزند. وقتی که وای عاق کردی، در مردم ما همین است که عاق کرد تمام، دیگر من هر چی که کردم همش بیهوده است. مقصد دیگر برای من مسجد نماز چی در کار اکنون؟ راه دیگر همون میخانه و راه دزدی و راهزنی را برای خود اختیار میکنم، برای که دنیای من سوخت. مقصد همین است. شما چه خیل پدر هستین، چه خیل مادر هستین؟ آیا راه تربیه همین است؟ این راه تربیه نیست. بگذار فرزند نافرمانی میکند، به عقلی میکند، نادرست رفتار میکند و یا با طریق مصلحت درست کردن ممکن است. لیکن عاق کردن این وظیفه ما و شما پدرها و مادرها نیست. عاق نکنین دادرای عزیز. عاق، افسوس که اکنون عاق شما اولی یک خیلش عاق میکند در یک مسئله که برای دنیاش است. کوی یگان تات عاق که فرزند مسجد نرفتنده، بچه مسجد نمیره عاقد میکنن، در عمر در زبانت نمیاری. برای خاطر اسلام هیچ وقت تو مثال نمیاری که من مثال بچم عاقد میکنم اگر نماز نخوانی، بچم عاقد میکنم اگر سرت نمیپشانی. این ده نمیگوی. لیکن برای یک کار دنیا یا برای ساختمان یا برای که یک پدر بچه‌ش گفته است برای من سیگارت بخر، گفته است که نه سیگارت نمیخرم، گفته است که نخری، بچم عاقد کردم. عاق هستم. این بازی از باور کن. پیش از آنی که خودت عاق میکنی خودت عاق میشه. به خدا این چی کار از خودش؟ اسلام مسخره نیست که آخه. عاق کردن درست نیست. عاق نکنین، تربیه کنین. دادر عزیز شما عاق نشدین، ان شاء الله توبه کنین به سوی خدا و این پدرم توبه کند، خدا میبخشتون. لیکن دادرای عزیز نسبت پدر و مادر احترامی بلند داشته باشید، بسیار احترامی بلند.